گوله خمیر میگیریم تو دستمون، با سینه دستمون فشار میدیم، خمیر رو کف دستمون باز میکنیم. خب قطر خمیرمون دیدین. بعد از مواد میانی میریزیم تو خمیرمون رو جمع میکنیم. برای اینکه شکم قطابمون قشنگ مشخص بشه خمیر میذاری کف دست، با شستمون لبه های خمیر فشار میدیم. اینم شکم قطابمون. میریم سراغ پیچ زدن. اینم پیچ قطابمون. خب یه خورده این حالتی اوکی شد.